توسط واتساپ. الو. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. دیگر انشاءالله که امیدوارم که ساز خوب و برنامه است. تشکر زیاد. بفرمایید، شما مستقیما در بخش زنده هستید. خواستم یک چیز هم سوال بتونم یعنی و هم جواب شو بکنم که مردم تاجیک میگن سوئد کجا میشوه، چرا برق تاجیک میلیون ها قرضدار است. خب سوئد مردم خود امام علی و دیگر کشورها میفروشه، برای چی با مردم نمیتیه؟ برای اونه که با مردم اگر بینین شما وقتی که به دیگر کشور همین برق میفروشه، از خودی خطا نکنم اگر از برقی که در تاجیکستان میفروش کمی بود چند سنت ارزانتر است. بله بله. خطا نکنم چرا که با اون نرخی گرانی که برای مردمش میفروشش اونا نمیتیه و میتیهش با نرخی ارزانتر به کشورهای بیگانه. این یه سوال است. جواب این است که اون پول که با دیگر کشور مستقیم با کانتای رحمان و صورت حساب اویلا می روه. اصلا اون بعد میگن که چرا برق تاجیک قرضدار است. اون سومه که از اون برق رو میفروشد رحمانوف اصلا او دیگر با برق تاجیک نمیره. اینجا میشوه برق تاجیک قرضدار. و چرا که اون برق رو با مردم نمیفروشه؟ اگر که برق رو با مردم بفروشه دو تا چیز است. یکم این که پول رهبره میدزدن کمش با دیگر این باید که حتما یک مقدار بودجه این کشور برآمد کنه. بله بله. این پول در راه خیلیش گم میشه، میلیون ها سامانیش گم میشه، یعنی که بر رحمانوف کم میشه در بو قدری که او میخواه او در کیسه او کمی. دویم این که چرا برق مردم خاموش میکنه؟ کانهای کمر این قدر میلیون ها کان همه این کی کار میکنه؟ اویلا. گفتی برادر محمد دیپور که 80 داماد امام علی یا که نمیدونم تو نوسته و نبیراوی اوناش دیگه اونو خیلی چون یک هزار تا زیاد میشوند. بله. وقتی که برق مردم کشت مردم مجبور باید که یک چیز علوی بیاید علو کند، حتما باید کمر بخرد. در حالت برق دادن کمر اونا را کی میخرد؟ یک همون چند نفره که همون چند سودا یا چند چیز. در این حالت بینن که فقط همه چی برای درآمد خود اویلا، برای چی خیل کنیم که زیاد درآمد بیارم. حتی که بدبخت حرامی کلغه و همون برقی که بعد دیگر کشور میتیش از نرخی که با مردم خودت میتی ارزانتر است، چی با مردم خودت نمیتی؟ چون که اینا در فکر مردم اصلا نیستن برادر. اصلا اینا در فکر مردم نیستن یا اصلا نمیخواهند که مردم کم یک زندگی خوب داشته باشن. یک نوار دیدم دیروز، یک زن با 4 کودکش در بالای زمین یک چهار دیوالی که نمیدونم اون سنگ دیوال است خونه یا که همون دیوالای دوره نمیدونم 80 سال پیش است. عموما که در روی زمین زندگی میکنن، هیچ چیز نه خوردنی داره، نه علوی داره، نه پیچیده داره. ای مردم تاجیک ما با کجا رفتیم؟ نه از دین تون دفاع کردیم، نه از ملت دفاع کردیم، نه از ناموس تون دفاع کردیم. ما فقط در نزد رسول الله چی میگیم؟ سبحان الله. من نمیدونم که با این ملت اینقدر ملت به غیرت، اینقدر غیرت از دست داد، ناموس از دست داد، همه چی از دست رفت. دیگر هیچ چیزی نموند که مردم ما بگیم که برای فقط شاید برای همه شکم بی حرام ارد گفته است قیمت چید کم 11 چومچی قیمت چید، شاید برای همین آواز بلند کرد. اصلا دیگر بین در تمام کشورهای دنیا مسجدها باز هم همه نماز جمعه 5 وقته را میخونن خودی که در کشوری که ما زندگی. اویا چرا در تاجیکستان نمیشه و مسجدها تا حال بسته هستند؟ طول 6 ماه میشه مسجد در تاجیکستان بسته هستند. چرا ملاهای ما از مسجدها نمیگن که مسجدهای ما را بگشاییم؟ چرا نمیگن اصلا از هیچ چیز
یک مخالفه که میبره 4 کس در کرش جمع میشوند، چرا برای اون میخیزن گپ میزنن که اونا اقوان میدادن و ایترن اوترن؟ چرا از دین دفاع نمیکنن؟ چرا از مسجد ها دفاع نمیکنن؟ من نمیفهمم اینو اصلا با کجا روانن این ملت توجیک، من دیگه نمیدونم. واقعا هم یک جای دیگر افسوس شد، باید افسوس بخوریم، باید که دیگر ما نمیدونم که با کجا رفتن این ملت نمیدونم. نه از سوئد، نه در تاجیکستان سوئد، نه او نه گاز، یک لینچه آرد تاکی 300 سم. امروز من تماس گرفتم 275 سومون یک لینچه، شکر 11 سم، قند 13 سم، 12 سم قند. این مردم چی؟ من گفتم که والله قسم ای سلمان برادر گفتم که خوب میشه، من میفرام یک لینچه آرد 1000 سم شوه، کیلوی قند 50 سم شوه، روغن 100 سم شوه. حالتون ایده بد بخرین بگردین، چکار میکنین کردن بگیرین. نخوا که 9 میلیون تاجیک نخیزه بگه که هی اولاد بدبخت تو کجا رفته استی، تو چکار میکنی این ملت ها؟ این ملت ها، این مادرای تاجیک برای غلام زاییدن نیستن کوخی. 99% تاجیکستان حاضر دیگر همه مهاجره، هم نیست اویله نیست که مهاجره. برادر ما در اویلمون 5 تا پسر هستیم، 4 تامون در مهاجرت، 4 نفر در مهاجرت. بله. بین دیگر در دهه‌ای که من زندگی میکنم یک همگی 80 خوجگی دارد، اهالی است. 80 چی میگیم خوجگی دارد، خوجگی دارد. من حساب کردم 400 نفر ایمو 80 خوجگی، 400 نفر در مهاجرت است. تو بین دیگر این احوال مردم ما چی میشه؟ بله. خب سلامت باشید. تشکر زیاد برادر، زنده باشید. واقعا دیگر این صحبت های شما دیگر نیاز به هیچ یک تحلیل نداره، روشن، گشاد و بدون پرده گفته شد.